зебонисон нодирова собиқадори соҳаи маориф буда барои ҷалби набирагони худ ба китобхонӣ ва иштироки фаъолона намудани онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар манзили истиқоматиашон китобхонаи шахсии худро сохтаанд. имрӯзҳо ки таътили тобисонаи хонандагон аст, ӯ бо набирагонаш машғули хондани китобҳои бадеӣ мебошанд. чуноне ки худи ӯ мегӯяд, хушбахтона имрӯз таваҷҷӯҳи ҷомеа ба хусус наврасону ҷавонон ба ин ганҷи бебаҳо афзун гардидааст. طولی 10 سال می شود که ما کتابخانه شخصی خودمون رو آماده ساختیم. در این طول 10 سال فقط همین نبیرگان و فرزندامون حتی همسایه ها اومده از همین کتابخانه شخصی ما استفاده میبرند. ما در همین تعطیل تابستانه فرزندان رو نبیرگان رو به کتابخانه کتاب دوستی دعوت کردیم. کتاب میخونن، در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراک میکنند. نبیرگانمون در آزمون مولانا شناسی، در آزمون شاهنامه خوانی، در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک نمودند. تو این دم مرا بیبیم نادیرова زبونیسا به این جاده ها رساند و من از آوان کودکی به خواندن شوق و رغبت زیاده داشتم و بیبیم به من تکلیف کرد که در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی شرکت ورزم. من قریب 5 سال می شود که در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی شرکت ورزیدم. سال 2024 در دور ناحیوی این آزمون و ولایتی این آزمون سزاوار جای اول گردیده، در دور جمهوریوی سزاوار جای سوم گردیدم. تعداد نامگوی ادبیات‌های بدیعی در کتابخانه آنها 600 نسخه را در بر گرفته همه روزه از آن به طور لازمه استفاده میبرند. چنانه که میگویند کتاب سرچشمه عقل و خرد انسانی بوده، مردم فرهنگ دوست ملت تاجیک به آن از قدیم توجه خاص میدهند. چنانه که امروز برای از بر نمودن اشعار شاعران و ادیبان از جانب فرزندان حتی والدان خود را موظف می‌حسابند. ما کلان سالان وظیفه‌دار هستیم که انمی جوانان رو نورسان رو در روحیه ارج گذاشتن و مقدسات ملی در روحیه کتابخوانی و کتاب دوستی تربیت نماییم. هنگامی که من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در دور جمهوریوی سزاوار جای سوم گردیدم، من طول 3 سال حقوق اشتراک در این آزمون را ندارم و میخواهم که بعد از 3 سال در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات جهان شرکت ورزم. من به همسالانم توصیه میدهم که بیشتر به کتاب و کتابخوانی رو بیاورند، زیرا کتاب گنجینه بزرگ می باشد. در برابر نورسان و جوانان و کلانسالان نیز به مطالعه کتاب مشغول می باشند. برگود عبدالواحدов ساکن دهه استقلال جماعت دهات وحدت ناحیه می باشد. امروزها او به مطالعه کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов مشغول بوده، خواندن چنین کتاب‌های تاریخی را به فرزندان توصیه می دهد. وقت‌های خالگی کتاب‌های همین تاجیکان باباجان غفورov میخونیم. باید هر یک سرگذشت تاجیکان خودمونه باید هر یک فرزند تاجیک باید بفهمد، دانسته باشد و فکر کند که دولت تاجیکان چقدر تشکیل شدگی است. از سال 1970 کتابخانه هست، کتابخانه نمره 6 در جماعت دهات وحدت جایگاه شدگی است. وقتی خالی ما از همینجا کتاب میگیریم، آورده خانه ما دام میخونیم، با میفهمونیم، وقتی در کارش بوده میتیم. اعضای کتابخانه از 1970 هستیم و همچنین فرزندای خودمون هم با همون اعضای کتابخانه هستند. در وقت هم بیکاری دار رفته کتاب خوانده در خانه‌شون میخونن. با مثال این مرد روزگار دیده هستند نفرانی که اعضای کتابخانه دهاتی هستند و همه روزه در وقت‌های خالگی خود به محضن علم و معرفت آمده از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر کتاب دسترس کرده و مطالعه می‌نمایند. همین است که کتاب یک رکن مهم تمدن بشری و جزء جداناپذیر زندگی انسان است. از اینجاست که مردم عالم با عرض احترام به گنجینه معنوی نیاگان کتاب‌ها را در خزینه‌های علمی خیش نگاهداری میکنند تا اینکه نسل‌های امروزه و آینده از آنها برای رشد و کمالات معنوی خود استفاده برند.